فرزند من خودش حقوقش میدونست در دور زندان بگذار که گناه کرد بگذار جزاش میدید و یک گوش برده مرا دادن من مادرم مرا جگر ما کنده گرفتگی هم این آدمو و یک روز ای حال ما با خبر نکردن که چی کار گذاشت چی کار نشد ما پدری محبوسه میگم با شرم نداشته حالی شما چی دعوا داره نفر؟ ما دعوا داریم که ضرر مادای معنوی را رونده شود چقدر مبلغ؟ 10 میلیون دلار 10 میلیون دلار ما طلب کردیم در میسوت اسماعیل سامانی ما طلب کردیم که رونده شود ما هم فرزند امید داشتیم فرزند من صاحب کار بود فرزند من 7 سال در ویراسیه کار کرد ما را میخرون میکشون فرزند نخستین مرا پدرشون و چشماش نمیبینن نابینای خوجاینی من با بغیر وای فرزند خانه من زندگی دارم من زمستان شد روزی خنک اومد با فرزند کلانساله کلانو گناه نمیکنن جنایت نمیکنن صادره نمیکنن فرزندای مذهب برای چی آیا محکم نشون فقط خلقی بیگناه کمبغل ناتوان با محمد میشون با محمد کشیده میشون و شکنجه و زده و کفته و پول طلب کرده میشون ما جبریدو همه قدر فهمیدیم که در دوام یک سالی که ما برای فرزند وای کردیم همه قدر فهمیدیم که قانون فقط برای همین خلق کمبغل بده فقط قانون برای خلق کمبغل بده برای خلق بی پول بده برای منصبدارو نبوده فرزندای منصبدارو ما در گازیتو خوانده شدیم هرچند که ما را رسانه‌ها یادم کردن ولی موارد که رسانه‌ها رو یگام کپی حساب نمیکنن حساب نمیکنن و حساب نمیکنن حتی که تمام جهان رسانه‌های خارجی کشور ترکستان ما را میدونن راستی من برای پول یگام چیز ندارم نیاز ندارم من گفتم اولش یا چندین بار مرا خیرات کردم برای پول چند خیلی همش میگنجه گاوزم اول یه کار بود من اتکاس کردم با خاطر چی اتکاس کردم با خاطر که ما در دور قریب 80 تا شاهد داشتیم همین 80 شاهد خاطر من گاو میزد از 80 شاهد همین 80 تا شاهد مونده اومده که 5 تا شاهد مونده دیگه روش دست کشیدن دست شکنجه شاهد ما دست کشیدن دیگه روش خیلی من وای را چیز نمیکنم وای فهمیدن ممکن است نه که 5 تا همین استوداگری کردن سه تاش که دست اسماعیل سامانی برآمد کرده بود انا دو تاش که در خوجان از انتخاب دادم در اوجان 27 تا شاید مورد انتخاب دادم اکتر 27 تا شاید مفتش خرافی که با خونه ما رفته بود از پروکراتور گنرالی همش بر علاوه در خونه بود با طرف ما درجه گفت که 80% اکسپرت طرفش ما حل شده 80% 20% دیگه شون دیگه من ایراد طریق صحبت با اکسپرت مصلحت میکنم بعد خواز اکسپرت به شما میرسونم تا خود ما خواز اکسپرت نداریم همین قید تلفنش کشت است دیگه تلفن ما رو نمیورد گاب نمیزنه که همه ایرا بر الله دیده بود سعدی کازاکو یکمی گفت انا چیز کازاکی خرافه ترساندگی گریزاندگی خرافه مفتش در پیش کدوم بسرش سیاست در پیش من رافائیل بانو چالش کردنی بود در پیش من جمشید بانو چالش کرد ombudsman ندوی در پیش من روی راست قدری مدیر سریزه سنافدان میگه که انا مرا باید نشمور من که همه درام دادم میگه که با فرزند شما نچانی اوید نچانی ترما عرب دیدوار در پیش مدیر سنافدان بازموز زورا کرد که دست کشیده شدی ما همراه داشتنش ما جواب میدیم در پیش من بودی صحبت ما از غضب نتونستم دیگه و یا دست کشیدن یا اینکه نه دست نکشیدن در پیش من میخواد میگه نچانی اوید لینا بود نچانی ترما عرب دیدوار در پیش مدیر سنافدان بازموز دادن زورا کردن که دست بکشه یعنی انا کار در شویدی انا مورد داشتنش ما جواب میدیم حقیقت میدونم ombudsman